امروز 12 اپریل است، ساعت به وقت پراگ تقریبا 11 و بعد از 2.5 ساعت دیگر ما همه شما را در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی انتظاریم. شهلا گلخوجی هستم و در این برنامه امروز در رابطه با کدام موضوع صحبت خواهیم کرد. درد کمپیر غوزه است. بعد کشمکشی هوایی یک ماه مقامات تاجیکستان و روسیه بعد یک هفته پیش به سازش رسیدند، اما با چه بهایی؟ با بالا بردن نرخ بلیط ها. الهام علیف با پیروزی نظررس برای 4م دفعه پرزیدنت آذربایجان انتخاب شد، ولی ناظران مستقل میگویند که علیف در این انتخابات نه تنها رقیب نداشت بلکه در جریان این معرکه سیاسی از تقلب استفاده شده است. زمان فرما و اما حالا مکتب، کودکان در بالجوان امید دارند که شاید روز صاحب بینای مکتبی نو می شوند و بالاخره در بالای سر آنها آب نمی چکد و آنها خدای نکرده به غار مکتب فرو نمی روند. جراحی سرد، پزشکان تاجیک میگویند با استفاده از سردی میتوان خطر خونروی را و همین گونه فوت بیماران را کاهش داد. و در برنامه امروز ما همچنین تحولات در رابطه با سوریه را پیگیری خواهیم کرد و برای همین هم در برنامه امروز ما را همراهی کنید. بعد از 2.5 ساعت دیگر آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب است.